درخت حیات. نویسنده آنی آلانکیان، گوینده امین اخگر. نجیب آقا باغبان 70 ساله دیگر نای رسیدگی به درخت زندگی را نداشت. سالها وظیفه رسیدگی به آن را بر عهده داشت، اما دیگر خسته شده بود. به دیدن کدخدا رفت. توضیح این که این همه سال در آن باغ چه کار می کرد در چند جمله سخت بود. رازی را که نجیب آقا سالها نگهداری کرده بود باید بر زبان می آورد. می دانست که اجل به حاج غلام کدخدای پیر فرصت نداده بود تا راز را به وارثش حاج احمد بگوید. رازی خاموش که باغبان از بازگویی و توضیح آن ترس داشت، چرا که اگر به هر طریقی هر موجود زندگی آن را می شنید روستا به عاقبت شومی محکوم می شد. این راز از همان اول بین پدران کدخدا و نجیب آقا مسکوت مانده بود. کدخدا وظیفه رسیدگی به باغبان را داشت و باغبان تکلیف رسیدگی به درخت حیات. درخت حیات از زمان کوچ 10 خانوار از روستای دلواکه به دهنمک پدید آمده بود. در آن مقطع از زمان دلواکه به دلیل خشکسالی به بیابانی خشک مبدل شده بود و کشاورزی در آن میسر نبود. طبق درخواست روستاییان و صلاحدید کدخدا همگی به دهنمک نقل مکان کردند. بعد از نقل مکان آنها در تنها باغ ده نهال ناشناخته‌ای سر از خاک بیرون آورده بود. ساقه‌ای قرمز به رنگ خون داشت و برگ‌هایی به شکل کف دست با انگشتانی بلند به رنگ طلایی بر آن روییده بودند. بویی داشت که هر صبحگاه ده را غرق در شادی می‌کرد. بویش انگار دارویی بود که غم و غصه را از دل می‌زدود و روزشان را شاد و دلنشین می‌ساخت. برگ‌هایش با هر نسیم کوچک یا بادی به رقص در می‌آمدند و نرمی حرکاتشان را به رخ می‌کشیدند. رنگ‌های منعکس شده از آنها دلنواز، براق و خیره کننده بودند. درخت به طرز غیر معمولی رشد کرده و در عرض 7 روز به درختی عظیم تبدیل شده بود. شکوه و عظمتش روستاییان را به حیرت انداخته بود. پسر بچه کوچک و خوش‌سیمایی به خواب کدخدا آمده و گفته بود که این درخت حیات است و این رازی است بین او و باغبان. تا زمانی که این درخت پا بر جا باشد در آن ده خشکسالی و بلایای طبیعی پیش نمی آید و روستاییان زمینی حاصلخیز و باری ناتمام خواهند داشت. سرنوشت تک تک آنها به شاخه های این درخت سحرانگیز گره خورده است. در اثر فوت هر یک از روستاییان شاخه ای از درخت شکسته خواهد شد و باغبان باید خیلی زود آن شاخه را از ته قطع کند که زاد و ولد در ده ادامه پیدا کند. اگر آن روز فردا شود یا شخص سومی از راز آگاه شود، بلایای طبیعی یک جا بر سر ده نازل خواهند شد. پدر نجیب آقا به درخت حیات رسیدگی می کرد. او کلیه آموزه‌هایش را به پسرش نجیب آقا منتقل کرده و پدر کدخدا هم همینطور. لزومی به صحبت در مورد راز به وجود نیامده بود، ولی الان نجیب آقا فرزندی نداشت و اصلا ازدواج نکرده بود که بتواند پیشش را به او بسپارد. میدانست که اجل هم فرصتی به کدخدا احمد نداده بود که راز را به پسرش محمود که به تازگی کدخدای ده شده بود منتقل کند و قبل از آن فوت کرده بود. حاجی نجیب اتاقش را مرتب و گلدانها را خارج کرد. سم زیادی به وسایل و درز دیوارها زد و پنجره ها را کامل بست. تمام جوانب احتیاط را رعایت کرد که هیچ موجود زنده‌ای نباشد و برای کدخدا محمود پیغام فرستاد که ساعت 7 عصر در خانه‌اش منتظر اوست.
اجر و قرب باغبان به اندازه‌ای بود که کدخدا بدون هیچ سوالی برای ملاقات او آمد. محیط اتاق به چشمش عجیب بود. قبلا باغبان اتاقی پر از گل و گیاه داشت. حاجی نجیب به آرامی در گوش کدخدا راز را بیان کرد و گفت که دیگر نمیتواند به درخت حیات رسیدگی کند و باید کسی را جایگزین کنند. کدخدا که مردی 50 ساله بود، به خیالش که پیرمرد دیوانه شده و بی خود میترسد، آمد سر ایوان و خنده کنان راز را مانند داستان تعریف کرد که باغبان ببیند اتفاقی نمیافتد. حاج نجیب هر کار کرد که او را ساکت کند موفق نشد. پسر کدخدا امیرخان که در حیاط مشغول جابجایی اسب پدر بود شنید. امیر از خنده ها و صحبت های پدر خندهش گرفت و جذب داستان شد. همین که داستان به بلایا رسید، باغبان سرش را گرفت و روی زمین نشست. امیر جوانی هوشیار بود. دید ماری به سرعت سمت ایوان می‌خزد و در کسری از ثانیه باغبان را با نیش خود از پا درآورد و به سمت پدر خیز برداشت. امیر متوجه شد که این چیزی غیر از شروع بلایا نیست و اگر مار را نکشد بلایای دیگری نازل خواهند شد. پدر هم قربانی دوم شد. امیر دانست که الان نوبت خودش است. گلها و گیاهان حیات خشک و سیاه شدند. مار به اسب حمله کرد. شیهش دیوارها را لرزاند. اسب از پا در آمد و به زمین کوبیده شد. آب حوض خشک شد. امیر شاخه 2 سر خشکیده‌ای را دید. همزمان با جهش مار به سمتش با جناغ چوب مهارش کرد و آن را در زمین فرو برد. با چاقویی که همیشه همراهش بود سر مار را از تن جدا کرد. بعد به امید کمک به سمت ایوان دوید، ولی آنها در دم جان داده بودند. الان فقط امیر راز درخت حیات را می‌دانست و بلایا متوقف شدند. زندگی مردم ده به او بستگی داشت و با صحنه‌هایی که مواجه شده بود به اصل موضوع پی برد. دانست که این راز باید بین 2 نفر باشد و نفر سوم باعث ویرانی همه چیز خواهد شد. به ده برگشت و جای پدر را به برادر بزرگتر داد. خودش هم به باغبانی و رسیدگی به درخت حیات مشغول شد.